در جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی موضوع انفجار سد بزرگ کاخوفکا در شهر خرسون اوکراین، معاون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد این سازمان به هیچ اطلاعات مستقلی درباره انفجار این سد دسترسی ندارد، اما قطعاً بزرگی این فاجعه در روزهای آینده مشخص خواهد شد. سیل مداوم ناشی از انفجار سد به کشاورزی، دامپروری و شیلات مناطقی وسیع آسیب جدی زده و قطعاً ضربه بزرگ آن به بخش تولید مواد غذایی دنیا در آینده حس خواهد شد. ضمن اینکه ایمنی نیروگاه هسته‌ای مجاور سد نیز ممکن است به خطر بیفتد. در این حال نمایندگان روسیه و اوکراین هر یک بدون ارائه هر گونه سند و مدرکی طرف مقابل را به انفجار سد کاخوفکا متهم کردند. نماینده روسیه انفجار این سد را اقدامی تروریستی و جنایتی جنگی توصیف کرد که اوکراین مرتکب آن شده است. غربی‌ها بدانند که پنهان شدن پشت رژیم اوکراین کارساز نخواهد بود. مسکو به خوبی درک می‌کند که چه کسی واقعاً یک عملیات خرابکاری به این بزرگی را برنامه‌ریزی و آماده کرده و از قبل مجوزان را صادر کرده است. در مقابل نماینده اوکراین هم انفجار سد کاخوفکا را یک اقدام تروریستی زیست محیطی و بزرگترین فاجعه فناوری اروپا در دهه‌های اخیر توصیف کرد و مدعی شد روسیه عامل آن بوده است. نماینده چین هم گفت کشورش به تلاش برای شکلگیری گفتگوهای صلح به منظور حل و فصل بحران اوکراین ادامه خواهد داد. با کاهش آب مخزن سد ممکن است به زودی امکان تأمین آب ضروری برای نیروگاه هسته‌ای از بین برود و اگر در نتیجه آن فاجعه‌ای هسته‌ای رخ دهد هیچ کس در امان نخواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.